دکتر صاحبای محترم سلام، موسی داوری هستم یک بار دیگر با یک CT بطن به زبان فارسی به شکل آناتومی ازی نزد یک مریض که CTش نرمال است و در فاز وریدی اجرا شده خدمتتان تقدیم میکنم. به خاطر که ما در مورد به صورت عموم معلومات در مورد سیستم آزمه، سیستم همچنین جگر و سیستم بولی به صورت عموم معلومات رو بگیریم. CT را ما در فاز وریدی اجرا میکنیم. در صورتی که سوال مشخص نباشه فقط CT وریدی کفایت میکنه. در مریضه که میبینیم قسمت علوی CT بطن نشان میده که در اینجا سفلی ترین قسمت قلب و علوی ترین قسمت از جگر به طرف راست است. البته نگفتن اما گذاشت جایی که ماوس ما قرار داره عبارت از طرف راست مریض است که به طرف چپ اسکرین است، طرف چپ مریض است به طرف راست اسکرین است، قدام مریض و خلفی مریض است. ما با شکل پایان میریم و در اینجا میبینیم اعشای مختلف. در قسمت بالاترین قسمت ما پایانترین قسمت از ایزوفاگوس یا میری را میبینیم. در خلف ازی اورتا قرار داره و پایانتر ازی کیسه خلیطه ونتریکل یا معده است که یک مقدار مایع داره، یک مقدار گاز داره. به می قسم پایان میریم و سیستم از میر اول از زیر نظر خود میگذاریم. قسمت پایانترین قسمتی است که خلیطه معده هست که با پیلورس وصل میشه و اینجا پیلورس است و بعد از او دودینم شروع میشه. دودینم 4 قسمت داره. قسمت اول، قسمت دوم که به شکل موازی با جگر است، قسمت سوم باز عمودی است و قسمت چهارم افقی است که از بین شریان میزنتریکا و ورید هر بطنی میگذره و به طرف چپ میره. طرف چپ ما جیجینوم میبینیم. جیجینوم اکثرا پیش مریضا اگر مواد نداشته باشه یا ای که پیش مریض مشکل بندش نباشه اکثرا با هم دیگر چسبیدن و سخت است از یکدیگر جدا کنیم. همچنان پایان بریم به طرف ایلیوم میرسیم و ایلیوم در نهایتا به ایلیوم ترمینال که در فوسای راست قرار داره عبارت از اینی ساحه است. بزرگش کنم میبینید که ترمینال آخرین قسمت از ایلیوم است که وصل میشه به کولون اسندنس. قسمت پایانترین قسمت کولون اسندنس یا سیکوم است که در قسمت آخری از او اپندیکس قرار داره که میتونیم با بسیار خوبی اپندیکس نزدیک مریض ببینیم کدام عکس العمل در اطرافش نیست و الا فوسای راست در کدام عضله وسواس میتونیم اینو تعیین کنیم موقعیتش. بالا میبینیم کولون اسندنس. کولون اسندنس از نظر جدارا، از نظر ریاکشن در اطرافش و این حالش یا به موادش میتونیم ببینیم. فلکسور طرف راست بعد از او کولون ما کولون افقی میشه یا ترانسورس میشه که او را هم به شکل از نظر جدار و دیوارها و داخلش هر مواد که هست میتونیم به خوبی ببینیم. الهی که ما برسیم به فلکسور طرف چپ. فلکسور طرف چپ بعد از اون یک مقدار مواد غلیظ شده و آب جذب میشه و در اینجا اگر ما فیسیس ببینیم کدام مشکل نیست. همچنان میتونه یک مقدار گازات درش موجود باشه. ما اگر ببینیم کولون طرف چپ عبارت از کولون دسندنس است و کولون دسندنس اگر ما با پایان تعقیب کنیم میبینیم که میرسه به کولون سیگمویدیوم و سیگمویدیوم نزد این مریض یک اندازه دیورتیکل موجود است، یعنی پوپانهای شکل جداری موجود است در اطراف هستی که این نشان دهنده دیورتیکل ها است و دیورتیکل ها اگر التهابی شود دیورتیکولوز هم میسازه. یک اندازه طویل است و بالا میره دوباره پس پایان میه و به این ساختمان که است یک مقدار گاز دهش است و نهایتا در رکتوم وصل میشه. اگر نهایت دوباره از رکتوم بالا بیاییم ساختمان رو میتونیم به خوبی با یکدیگر تماس ببینیم. در پایان بعد از رکتوم در قسمت کدام ازی پروستات قرار داره و بعد از او هم خود مثانه قرار داره. اعشای بطنی را اگر ما شروع کنیم بدیدن اولا جگر را میبینیم. جگر را به خاطر ازی میبینیم که چقدر بزرگ است، آیا سطحش چه قسم است، سطحش لشم است یا سطحش اندیشن داره، آیا جگر ما اتروفیک است یا هایپرتروفیک است، آیا در جگر ما کدام ساحات هایپر یا هایپو
دنس موجود است که در هر کدامش دلالت به موضوع خاص میکنه یا سیست موجود است. یعنی نزد این مریض یک اندازه یک سیستک کوچک در سگمنت 4 موجود است. همچنان لیگامنت فارسیفارم میبینیم طرف چپ، طرف راست و خیالای کانترست در فیز پورتوینوس میتونیم ببینیم. این عبارت از وین پورتای ماست که تقسیم میکنه به راست و چپ و بعد از این ما کیسه صفرا رو میبینیم. کیسه صفرا از نظر جدارش که جدارش ضخیم است، آیا کدام ریاکشن داره یا سنگ درش موجود است میبینیم. اکثرا سنگ ها رو در سیتی ما نمیتونیم ببینیم، لازم است اولتراساوند صورت بگیره. به خاطر دیدن سنگ های کیسه صفرا بعد از او دوکتوس کولیتوکوس میبینیم که اگر بزرگ نباشه قابل رویت نیست. بعد از او پانکراس میبینیم. رأس پانکراس در اینجا به شکل یک قوس مانند قرار داره. یک ساختمان است که اطراف شریان میزنتریکا سوپریور موقعیت میگیره و پروسس یونتیناتوس در قسمت خلق قرار داره و در جسم پانکراس میبینیم که دایلاتیشن دوکت موجود است در این ساحه، در این فیز وریدی. به خاطر دیدن خود پانکراس ما لازم است که 3 فاز داشته باشیم: فیز شریانی، وریدی و همچنان فیز دیلیت. وقتی که اگر کلسیفیکیشن موجود باشه به صورت لازم است فیز ابتدایی خود فیز بدون کانترست انتخاب کنیم. بعد از او تحال میبینیم در طرف چپ. تحال از نظر ساختمانش به میاندازه، از نظر جدارهایش و از نظر از اینکه کدام کتلاتش موجود است مورد بررسی قرار میدیم. با تعقیب از او داریم ساختمان‌های کوچکی که در فوق الکلیه قرار داره. مدوات فوق الکلیه با شکل وای سرچپه مانند است که میتونیم به بسیار خوبی دو سوای قشری ببینیم، سوای لترال و میدیال و همچنان قسمت استمش و طرف راستش هم به میاندازه. اینا بزرگ نیستن، اینا خیلی نرمال هستن. میایم سر دیدن گرده ها. گرده چپ رو میبینیم از نظر از اینکه در پارانچمش کنترست بسیار خوبی گرفته شده. کدام هایدرونفروز موجود نیست، کدام کتله نمیبینیم، نه کدام سیست دار. گرده طرف چپ بود و حالا گرده طرف راست. همچنان اگر بعداً بتونیم تحقیق کنیم حال باره که مثلا در اینجا حالا بیجه قرار داره، در این طرف چپش هم حالا در بعد از تحقیق کردن از قسمت سریش میبینیم که آیب در قسمت قرار داره و اگر بزرگ نباشه بسیار سخت است تحقیق شود. در صورتی که فیز وریدی باشه بسیار سخت است که آدم بگوید که سنگ است، یعنی در صورتی که اگر کانترست دیده شود. اینا رو تحقیق میکنیم الا مثانه. در قسمت‌های پایانی می‌بینیم یک اندازه کلسیفیکیشن ها در اینجا موجود به شکل گرد. اینا خارج از نزدیک بودن به ورید و حالب است. عبارت از کلسیفیکیشن های وریدی یا فلیبولیتا است که بسیار به شکل نرمال دیدن میشه. عبارت در صورت که این درقت تمام جستجوی ما را به داخل اشعای داخل بطنی و خلف بریتوان تشکیل میده. ما همچنان میبینیم قسمت‌های تحت جلد بعد از شحم میشه، عضلات اطراف ستون فقرات و عضلات بطن میبینیم. قسمت‌های پایانی بطن که بالا ساعت این وینا است رو میبینیم که آیا پیش‌وریز گانفلت موجود است یا نه. همچنان در سایه ایگمینا پس دوباره شروع کرده و میبینیم اطراف شرايين ایلیاکا که عبارت از این شریان است و این وریدی ایلیاکا است. دو طرف اینا هر دوش تحقیق میکنیم، اطرافش میبینیم که آیا کدام عقده لمفاوی بزرگ شده موجود است یا نه. اینا باید به صورت عموم باید اگر یک جای شب بالا که و شریان ایلیاکا به پر و شریان های با وریدای ایلیاکا به IVC یا انفیریور وینا کاوا با دیگه وصل شود. در خط ما استخوان‌ها را به خاطر از اینکه درش کدام لایتیک لیژن ها یا اسکلروتیک لیژن درش موجود است یا شکستگی ها موجود است یا یک شکستگی هایی که اگر به اصطلاح ترمیم شده و جور شده اون را می‌بینیم. در آخر اگر کدام علت عملیاتی نزد مریض قبلا به اصطلاح باشه، کدام تغییرات دیده باشه او را هم در راپور خود میاریم. این بود به صورت خلاصه تشریح یک سیتی ابدومینال از نظر رادیولوژیست و امیدوار هستم که برای شما به درتان بخوره. دکتر صاحبا و مسئولین محترم میتونم که این ویدیو را برای دوستای خود به اشتراک بگذارن و شریک کنن. در صورتی که اگر کدام انتقاد پیشنهاد باشه با بهترین بنویسین. قراره که دوستای ما وقتی ویدیوی پشتوی ما دیده بودن از ما درخواست کردن ما یک ویدیوی با فارسی براشون تهیه کنم
یعنی خدمتشون برای نوروز تیار کردیم دیگه. کوشش کنین که اگر چیزی دیگه از من مانده باشه باز هم معذرت میخوایم و در غیر از او به خاطر دیدن ویدیوی بعدی اگر میخواستین میتونستین سابسکرایب کنین. وقت خوش و سال نو براتون تبریک. امیدوارم سال خوبی داشته باشید.